برای اولین ویدیو یوتیوب چنل من. سلام. یه بار قرار نبود بگم من سارا. سلام، خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیوی چنل یوتیوب من. برای اولین ویدیوی چنل یوتیوبم تصمیم گرفتم که یه خورده با هم بیشتر آشنا شیم. خب من نارم، توی زنجان زندگی میکنم و 14 سالم. حالا اگه بخوام بیشتر براتون توضیح بدم چرا نارا، من اسمم نارا نیست، اسمم سارا و نگین. یعنی خیلی منو به اسم نگین میشناسن، خیلی منو به اسم سارا میشناسن. حالا سارا از خانواده و دوست و فامیل و آشنا بگیر تا کلاس و باشگاه اینا منو همه سارا به نام سارا میشناسن. ولی حالا نگین چرا؟ چون که اسمم داخل شناسنامه نگینه و فقط بچهای مدرسه منو نگین صدا میکنن. به همین دلیل اومدم نگین و آرای سارا رو برداشتم ترکیب کردم شد نارا. خب اگه بخوام یکم بیشتر در مورد خودم براتون توضیح بدم، بذارین از علاقه‌مندیام شروع کنم. از چه چیزی خوشم میاد، به چه چیزی علاقه دارم. خب من عاشق موتور و موتور سواریم. یعنی اینکه نمیشه گفت موتور ندارم. یه موتور دارم که وقتی میخواستم موتور سواری رو یاد بگیرم بابام برام گرفت و گفت میتونیم با این موتور سواری رو یاد بگیریم. و خب تقریبا 4 ساله دارمش و انقدر باهاش خوردم زمین، انقدر جاهای مختلف خوردمش که خب سالم نیست، ولی خب من هنوز ازش استفاده میکنم و هنوز خیلی دوستش دارم. و خب به چه حرفه علاقه دارم؟ من عاشق میکاپم، عاشق اینم که میکاپ آرتیست شم، ولی بیشتر از اون دوست دارم یوتیوبر شم و تصمیم گرفتم که حرفه دومم انتخاب کنم، یعنی برم سراغ یوتیوبری. ولی خب دوست دارم درسم و جوری ادامه بدم که آخرش برسه به میکاپ آرتیستی و کنار یوتیوبری بتونم میکاپ آرتیستی رو هم ادامه بدم. بزرگترین هدفم چیه؟ موفق شم. یعنی چطوری موفق شم؟ یعنی که خانواده‌مون خیلی بزرگ شه و خب توی این کانال قراره چه کارایی کنم. من بچه توی اینستاگرامم پیج دارم، توی تیک تاکم پیج دارم و توی یوتیوبم پیج دارم. پیجام اینجا براتون میذارم، اینستاگرامم، یوتیوبم و تیک تاکم. البته قرار اسم پیج یوتیوبمون عوض کنیم. این فعلا اسم موقتیشه چون میخواستم اسمشو عوض کنم ولی یوتیوب بهم اجازه نداد. و اینکه داشتم میگفتم که قراره توی چنل یوتیوبم چه کارایی بکنیم. خب قراره توی چنل یوتیوبم کلی کارای فام بکنیم، چالش داریم و حتی کلی ویدیو ببینیم، با هم در موردشون صحبت کنیم و حتی ویدیوهای اینطوری که الان دارم ویدیو میگیرم براتون ویدیو بگیرم صحبت کنم و حتی کلی ازم سوال بپرسین و اون سوالا رو توی یه ویدیو براتون جواب بدم. و حالا شما بهم بگین دوست دارین ویدیوی بعدی چی باشه؟ توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی خوشحال میشم فالوم کنین، سابسکرایب هم کنین و زنگوله رو بزنید. توی اینستاگرام روزانه براتون فعالیت میکنم، توی یوتیوب هر هفته براتون یه ویدیو منتشر میکنم و توی تیک تاکم قراره کلی فعالیت های جذاب داشته باشیم. پس تا ویدیو بعدی، خداحافظ.